سپاس، هزاران سپاس الله مهربان رو که در فرصتی دیگه و جلسه دیگه در خدمتون هستم، کنار هم هستیم با یادآوری سیمای یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به این امید که شاید ما هم از اندک نوری بهره مند بشیم، ما هم از خوبی ها و از نیکی ها بهره مند بشیم، بتونیم به سمت و سوی حرکت کنیم که خوشبختی ما در دنیا و آخرت فراهم بشه. آشنا بشیم با زندگی قهرمانانی که قهرمانان واقعی هستند، چه در زمین چه در آسمان، برگزیدگانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو آموزش داده، شخصیت هایی هستند که خداوند از اونها راضی شده و ستارگان آسمان هدایتند. بله، امروز هم داستان بانوی بزرگواری رو از بانوان صدر اسلام میخونیم، از شاگردان مدرسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، داستان هند بنت عمرو بن حرام. هند بنت عمرو بن حرام، با هم داستان رو داشته باشیم، قابل تأمل هست. نگاه کنید، زمانی که ما نقل کردیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه هجرت کنه، 1 سال قبل مصعب بن عمیر رو به عنوان اولین سفیر خودش و نماینده خودش به مدینه فرستاد تا اونجا مردم اهل مدینه رو به اسلام دعوت بکنه. خب طبیعی بود که جوانان یکی پس از دیگری و اهل خرد می اومدن به سمت و سوی مصعب بن عمیر، در جلسات اون شرکت میکردن، در گفتگوها ایمان می آوردن. از بین کسانی که ایمان آوردن جوانان قبیله بنی سلمه بود. قبلا ما در داستان‌های قبلی گفتیم که خداوند این چنین کرد که این جوانان مسلمان بشن. خب قلب‌های اینها پر از حماسه ایمان بود، صیقل می‌زدن در کنار تلاوت آیات الهی در مدرسه شاگردی از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در کلاس مصعب بن عمیر رضی الله عنه، و این زشتی‌ها و پلیدی‌ها یه شرک و خرافات رو از خودشون دور می‌کردن. زندگیشون و قلبشون و خونه‌هاشون رو سرگرم کرده بودن، مشغول کرده بودن به نور ایمان، منور کرده بودن، نورانی کرده بودن، آرامش رو در زندگی خودشون آورده بودن. بله، یکی از این جوانانی که عامل اصلی هدایت برای خیلی ها شد معاذ بن عمرو بن جموح هست. خوب داشته باشید، معاذ بن عمرو بن جموح، معاذ بن عمرو بن جموح، که ما هم در مورد زندگی معاذ فکر کنم با شما صبح تا این درس ها با هم خوندیم، هم در مورد زندگی عمرو بن جموح. ایشون که اسلام آورد، بالاخره مردان قبیله بنی سلمه هم از زن و مرد همه مسلمان شدن و اسلام رو پذیرفته بودن. خب از بین زنانی که این اسلام رو پذیرفت، بانوی بزرگوار و بلند مرتبه و دارای کرامت‌های الهی، جزو کسانی هستش که ایمان آورده. کی هست؟ همین هند بنت عمرو بن حرام هست. در اسدالغابه ابن اسیر نقل میکنه که هند دختر عمرو بن حرام که از قبیله بنی سلمه هست، میگه خواهر عبدالله ابن عمرو بن حرام هست، صحابی بزرگوار، و عمه صحابی مشهور جابر ابن عبدالله رضی الله عنه هست که ایشون میگه چی شد؟ اسلام رو پذیرفت. خب شخصیت هند در بین قبیله خودش قابل شناسایی بود، میشناختنش، منزلتش و مکانت و احترام و بزرگواری داشت، اهل خرد بود، اهل رأی بود، اهل تدبیر بود، فرزندان خودش رو هم خوب تونست تربیت بکنه، نسبت به همسر خودش هم در امور زندگی رعایت همسرش و خب خیلی اهمیت داشت. به ویژه که ایشون در نقشی در اسلام آوردن همسر خودش داشت که این خیلی قابل اهمیته، که ما قبلا در داستان‌ها خیلی شاید در اوایل داستان‌های که در سیمای صحابه شروع کردیم این رو بهش اشاره کردیم. بالاخره منابع متعدد نقل میکنن که انصار یعنی اهل مدینه مسلمان شده بودن، یکی پس از دیگری با پیامبر بیعت میکردن تا اینکه اسلام بالاخره در سطح مدینه پیچیده بود و دیگه کمتر کسی مونده بود که بر شرک باقی مونده باشه. اما جز اون تعداد اندک یکی همسر کی بود؟ هند بود. عمرو بن جموح هنوز مسلمان نشده بود، اما پسرش معاذ بن عمرو، خب ایشون با در عقبه شهود حاضر بود، با پیامبر بیعت کرده بود و همسرش هم که مسلمان شده بود هند، ولی فرزندای دیگرش هم همه مسلمان شده بودن، معاذ و معوذ و خلاد و عبدالرحمن و اینا همه مسلمان بودن، فرزندان بنی عمرو بن جموح مسلمان شده، اما خودش هنوز مسلمان نشده بود و عمرو بن جموح خب خبر نداشت که همسرش مسلمان شده، فرزندانش مسلمان شدن، دوستان فرزندانش مسلمان شدند و
به روز به زنش گفت نگاه کن حواست جمع باشه، مبادا بذاری بچه هامون برن تو جلسه این کسی که اومده مصعب ابن عمر داره جوونا رو منحرف میکنه، افکارشون از دین منحرف میکنه، این ور اون ور برن ممکن خدا نکرده متاثر بشن، این آدم بیدینی هست، این نقشه دشمنان هست و امثال این حرفها. سعی میکرد که این کارا رو انجام بده. بعد زنش گفت که نگاه کن یکی از بچه‌هات گویا که صحبت‌های اون رو شنیده، ببینیم اون چی میگه. نه نکنه بچه من بیدین شد. نه ولی صحبت‌هاشو شنیده، بیا تو هم بشنو ببین چی گفته. خب این صحبت زمینه رو که آماده میکنه، خب میگه خب باشه ببینم چی گفته، صدا میزنه. بعد اون بچهش میاد و بعد میگه که از بچه‌ها اینو شنیده و مبادا مثلا اینجوری گفت حالا من بذار چنین چیزی بچه‌ها شنیده که چنین چیزی گفته. گفت چی میگه؟ پسرش میگه بیاد. پسرش میاد میگه که شنیدم تو سخنهای این مرد مثلا که اومده از دین مردم رو بیدین میکنه فلان میکنه، از مکه اومده، تو صحبت‌های اینو شنیدی؟ اون چی میگه؟ پسرش آرام با تأمل شروع میکنه آیات الهی رو خوندن. سوره الحمد. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، همینجوری تا آخر اهدنا الصراط المستقیم و فلان. 5-6 آیه از سوره حمد میخونه رو. بعد پسرش میکنه میگه چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر زیباست این آیات، آیا همه صحبتاش این همین جوریه؟ بعد میگه بله پدر همه صحبتاش همین جوریه. بالاخره هند احساس میکنه زمینه های ایمان در شوهرش پدید اومده که داستان عمرو بن جموح رو اگر شما برید بخونید دیگه مفصل داستان ایمان عمرو بن جموح براتون یادآوری خواهد شد و متوجه میشید. بالاخره عمرو بن جموح مسلمان شد، اما میگم داستانش رو برید در یوتیوب ما نگاه بکنید، در کانال هایی که داریم و ببینید که چگونه مسلمان شد. ایشون مسلمان شد، به این کاروان نور و هدایت ملحق شد، همسرش هم خوب خوشحال شده بوده، همه مسلمانان و فرزندانش، و دیگه خب ایشون شرک و بت پرستی رو رها کرده بود و با این مضمون اشعاری رو میسرود: اتوب الی الله فی ما مضی، من توبه میکنم به سوی الله در اون چه که گذشته، و از تنقذ الله من ناره، و از آتش که خداوند در جهنم برای نافرمانان قرار داده من به خود خدا پناه میبرم. هدانی و کنت فی ظلمت، خدا من هدایت کرد، من در تاریکی بودم. حلیف منات و احجاره، چرا که من همراه این بت منات بودم، همراه این سنگ ها بودم، چون هر کسی برای خودش مخصوصا پولدار بود بت های یعنی مثل لات و منات و عزی و هبل برای خودشون نمونه های گرون قیمت میدادن، از تمثیل اونها بتراشن. مثلا این حالا داستانشو بخونید متوجه میشید. در هر صورت ایشون مسلمان شد و اسلامش رو هم تونست کامل بکنه تا اینکه روز جنگ احد فرا رسیده بود. خلاصه و مختصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بین یارانش پایستاد و گفت: قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. قیام کنید، حرکت کنید برای جهادی که، برای بهشتی که عرض اون به اندازه آسمان ها و زمینه که فقط برای اهل تقوا این فراهم شده. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سخنرانی رو کرد، این عشق جهاد و مبارزه و شهادت در قلب همه موج زد. عمرو بن جموح رضی الله عنه هم در حالی که خب میلنگید، ایشون هم پیر بود، هم دچار یک لنگشی در پاش بود، لنگش شدیدی، ایشون گفت نه من هم میخوام شهید بشم، من هم میخوام وارد برم تو بهشت قدم بزنم با همین پای لنگ خودم. فرزندانش گفتن نه بابا نمیشه تو بری، و ایشون خیلی اصرار کرد. گفتم بابا خدا تو رو معذور داشته از اینکه تو معلولی بیای تو جنگ شرکت کنی. گفت نه. گفت من برم پیش رسول خدا. رفتن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم. فرزندا از یک طرف شکایت بابا معلوله، پدر از اون ور که من میخوام در شهید بشم و در بهشت جا بگیرم. پیامبر هم گفت به فرزندانش بذارید عمرو بن جموح، شاید که خداوند رو شهادت و روزی اون بکنه، اذیتش نکنید، بذارید بیاد. بالاخره خوشحالی در تمام وجود عمرو بن جموح شکل گرفت، روحش گویا روح تازه‌ای شد و با شجاعت تمام رفت به طرف خونه‌اش، خودش آماده کرد و تجهیزات نظامی که مثلا در اون زمان بود آماده کرد. همسرش رو دید، هند رو که به دنبال اون افتاده بود، گفت شنیدم سخن عجیبی. گفت هند گفت چیه؟ گفت من میبینم از حالات تغییر کرده، چی شده و اینا، در حالی که سپرش این آماده میکرد. گفت نگاه کن همسرم، سخن من اینه، من دعا میکنم، دعای منم این هست: اللهم ارزقنی الشهاده، من سنم و عمرم کردم، خدایا شهادت رو روزی من بکن، ولا تردونی خائبا الی اهلی، من طرف خانواده‌ام بر نگردون در حالی که شهید نشدم و من سرشکسته بشم، چون من امروز برای شهادت میرم.
در هر صورت ایشون به سوی احد رفت و جز اولین کسانی بود که شهید شد. همینجوری پسرش خلاد شهید شد، همچنین عبدالله ابن عمرو برادر هند هم در اونجا شهید شد. یعنی هند هم شوهرش به شهادت رسید، هم یکی از فرزندانش در اون جنگ احد به شهادت رسیدن، هم برادرش عمرو چی شد؟ به شهادت رسید. وقتی خبر به هند رسید که بالاخره همسرش و پسرش و برادرش شهید شدن، به این مقام منزلت شهادت نائل شدن، ایشون بلافاصله به سمت مکان شهدا رفت و بالاخره شطوری برداشت که اینا رو برداره بیاره مدینه، در مدینه دفن میکنه. خب تعداد زیادی شهید شده بودن، شرایط مدینه هم شرایط خاصی بود. در مسیر حضرت عایشه ام المؤمنین با ایشون برخورد کرد و گفتش که خبر چیه، پشت سر چه اتفاقی افتاده؟ خب اینا در جنگ اونجا شرکت داشتن، میخواست ببینه که روحیش چیه. ایشون گفت که خیره، مهم اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سالمه، هیچ مهم مسئله دیگه نیست، هر مصیبتی دیگه بر ما بیاد اشکال نداره، همین که رسول خدا سالم هست برای ما کافی هست. که چرا که خداوند برای خودش شهدایی رو برگزیده. آیات قرآن میگه ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. اونایی که ایمان نیاورده بودن، کافران اومدن با قتل و غارت کشتن، بالاخره کارایی کردن که به قول خودشون خشمشون رو فرود بیارن، اما اینا در واقع به خیری نرسیدن. کف الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزا، که این اشاره به آیات الهی در این مورد داره. بعد ام المؤمنین عایشه میگه خب چه کسانی از تو شهید شدن؟ گفت بله برادرم شهید شده، پسرم خلاد شهید شده و همسرم عمرو ابن جموح شهید شده، ولی من میخوام اینا رو ببرم مدینه قبر بکنم. اما شطور وقتی که به طرف مدینه میخواست حرکت بکنه، مثلا ما میگیم رکب زد، شطور ایستاد، هر کار کرد، بار دوم سوم شطور حاضر نبود حرکت بکنه، ممانعت میکرد، تا اینکه بالاخره دید که این شطور به طرف مدینه حرکت میکنه، چهرهشو به سمت احد میاره. بعد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله اومد و خبر داد داستان اینجوریه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که این شطور مأمور هست. این بود که هند بالاخره برادر خودش رو در همون ساعت دید که جلوی چشمانش در اونجا دفن کردند و همه شهدای اونجا دفن شدن. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت یا هند ترافقوا فی الجنة جمیعا، اینها همه با هم در بهشت کنار هم با هم هستن. عمرو ابن جموح ابن که خلاد و اخوک عبدالله، برادر عبدالله. میگه در این مورد هند دست بلند کرد یا رسول الله ادعو الله ان عسى ان یجعلنی معهم، خدا رو بخون تا من هم یکی از همینها باشم، در بهشت کنار اینها باشم. در هر صورت این بانوی بزرگواری که نمونه صبر و تسلیم و روحیه ایمانی هست که برای رضای الله رب العالمین، برای دین الله رب العالمین، برای نجات بشریت از تاریکی و جهل و ضلالت حاضر همه چی خودش قربانی بکنه، اما بتونن بالاخره به حقیقت برسن. حالا خود هند هم در زمره مجاهدان هست، در میدانهای جنگ حضور داره، در جنگ خیبر کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست که از غنایم نصیبش میشه و در هر صورت ایشون زندگی سراسر عبادت و زهد داره و نیکی و احسانی که هم شامل خودش و هم شامل بالاخره دیگران میرسونده این نیکی رو، و به این امیدی که قد ترافقوا فی الجنة جمیعا، همه اینها قرار هست در بهشت کنار هم باشن، با هم باشن. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خداوند یار دیگر نگهدارتون باشه تا روز دیگه و درس دیگه، در پناه خدا باشید.